قلبتون مدام داره اذیت میکنه؟ با طبقه رفتن نفس میزنید و شبها توی سکوت به هر تپش قلب و هر آریتمی یا بی‌نظمی قلبتون با ترس گوش میدید و از خودتون میپرسید نکنه همین الان از کار بیفته؟ و صبح چیکار میکنید؟ میرید پیش دکتر که اونم خسته و بدون اینکه توی چشماتون نگاه کنه یه نسخه دیگه براتون مینویسه، یه مشت قرص گرون قیمت، یکی برای فشار، یکی برای رقیق کردن خون، سومی برای کلسترول، و شما هم مطیعانه میرید داروخونه و نصف حقوقتون رو خرج این همه قرص و دارو میکنید. وایسید، فقط یه دقیقه مکس کنید. امروز چیزی رو بهتون میگم که ازتون پنهان میکنن. من یه دستور رو باهاتون در میون میذارم که یکی از اساتید قدیمی من بهم یاد داده و اونم خودش از جراح قلب افسانه‌ای شوروی پروفسور نیکولای میخائیلوویچ آموسوف گرفته بود. این فقط یه غذا نیست، این همون معجون قلبیه که خود آموسوف هر روز میخورد تا قلبش مثل ساعت سوئیسی تا پیری کار کنه. این ویدیو رو تا آخر ببین و من قدم به قدم توی آشپزخونه‌تون نشون میدم چطوری این اکسیر سلامتی رو درستش کنید. اکسیری که تقریبا هیچی خرج نداره ولی قوی‌تر و بی خطرتر از هر داروی شیمیایی که وجود داره. اما آموسوف کی بود و چرا روشش فرق داشت؟ نسل جوان شاید ندونن ولی اون یه آدم فوق‌العاده و یه اسطوره بود، یه جراح بی‌نظیر که دستاش هزاران قلب تپنده انسان رو عمل کرده بود. اون بهتر از هر کسی میدید که قلب ما با بالا رفتن سن به چه وضعیتی دچار میشه. اون دریچه های فرسوده رو میدید، رگ‌هایی که با کلسترول مسدود شده بودن و شکننده مثل شیشه شده بودن. اون میدونست که قلب فقط یک عضله نیست که خون رو پمپ کنه، اون مرکز زندگی ما، منبع قدرت و منبع انرژی ماست. و اون از اینکه پزشکی مدرن چطور به درمان قلب نگاه میکنه ناراحت و حتی وحشت زده بود. آموسوف همیشه میگفت پزشکان با علائم بیماری میجنگن، نه با دلیل اصلیش. خودتون فکر کنید قرص فشار چیکار میکنه؟ رگ‌هاتون رو به زور گشاد میکنه، فشار پایین میاد، اما دلیل اصلی مشکل که رگ‌های بیمار رو بدون انعطافه سر جاشه. قرص رقیق کننده خون چیکار میکنه؟ ترکیب خون رو به طور مصنوعی عوض میکنه، اما دلیل اصلی که خون غلیظ و چسبنده است به خاطر تغذیه نامناسب و کمبود آب هنوز پابرجاست. تا وقتی قرص میخورید بدنتون کار میکنه و راه میرید، ولی کافیه مصرفش رو قطع کنید، همه مشکلات با شدت بیشتری برمیگرده. و در عوض چی به دست میارید؟ در عوض کبد، کلیه و معدتون هم آسیب میبینه، چون همه این مواد شیمیایی هن، مثل سمن که بدن مجبور به پردازش و دفعشونه. یه مشکل رو حل میکنه، یه مشکل دیگر رو ایجاد میکنه. خب خمیر آموسوف یا فرنی آموسوف مثل یک مسکن موقت نیست، این یک ضربه خیلی قویه به خود دلیل اصلی